سلام دوستان عزیز، خیلی که دیده ایستادید. ما در سفارتخانه ترکیه هستیم و نوار ما از اینجا شروع می شود. اون طرف روی و مجسمه اسماعیل سامانی مرکز، طرف روی زیلانی بازار مکتب 65 و این طرف وطن کینوتئاتر اونجا. نکو روی ما اینجا سر می شود دوستان. این مغازه واریس خیلی خوراکواری، خیلی نرخ خوب است. نه قیمت است نه ارزان. نه دوستان، ما از طرف سفارتخانه ترکیه این طرف می رویم. نگاه کنید ما نوار گذشته چی داشتیم. نوار گذشته نمی بینوحالی یک آشانه دو آشانه ساخته بودن. واسه نمینان رو پر نوار میگیریم و اینجا ما شکر داریم. کافه بار بوده است. همین در کنج این بینو تالار عروسی داشتیم اینجا دوستان. نگاه کنید فابرلیک داریم. در تیک توک خیلی رازبو رفته است فابرلیک. مهرساز مهرانه اینجا مهر میتونید چاپ کنید، پچت باش خودتون فرمایشه. زر و بزلی لباسای مردانه اینجا و دیلپور مغازه لباسه این هم مردانه دوستان. دیلپور نگاه کنید شما کاستوم های خیلی زیبا دارد. میتونید اینجا انا دوستان این سفارتخانه ترکیه با آخر است و این بینا رو بینید. خیلی این ساختمانش دیر داون کرده ولی نمیدونم با فکرم صفت خوب دارد. این بینا چند هاشون نباشد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آشیانه دوستان. کران اولی هم کار کرده ایستاده است. این هم با فکرم همین 16 آشیانه از این طرف دوستان. همون بینای واریز بود. این هم 16 آشیانه با فکرم ولی خریب اومده از دوستان. و اون طرف میداریم. اون بینو هم خیلی بینوی زیبا میتابد. از پیش وای بینو اکو گویم در کنجش وای بود زیربک، آشخانه زیربک. آشخانه بگیم کافه بگیم یا طربخانه. با فکرم آشخانه با تغری تر میگیرد دوستان. آشخانه با تغری تر میگیرد و این دو آشیانه بینوهای دوستان دوره سوویتی بود. در اینجا چند کارخانه هم وجود دارد. یکمش حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، حزب راهبر که در اینجا یک فیلیالش از ناحیه شاه منصور هست. و این بینای زیربک رو ببینید دوستان. تسایر یعنی که اویا کمپانی بوده است. و انا اونجا رو میبینیم. با اونم اوگلش زیربک است دوستان. زیربک است. این زمانوی مغازه لوسترا باشد. لباس زمانوی و تو تیلوفات ارتدنت اینجا استاماتولوگ هم داشت. اصلا مغازه می تلفن و غیره. امنی دوم سمارت لایف یعنی که زندگی سمارت اسات تجه این هم بوده است. خیلی بینای زیبا خیلی دوستان عزیز. اون طرف حکومت ناحیه شاه منصور بینای سرخ میبینید و اون طرف سود و مقامات های گوناگون ناحیه شاه منصور. انا دوستان در اینجا حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بینایش. و دوام میتیم اینجا یک دوستی ما خونه داشت دوستان. اینجا دو آشیانه خونه های سرخ بودن دوره سوویتی. چه دیده ایستاده طرف راهی عدل شاه منصور سود و پروکوراتوره شاه منصور. این طرف یا خود آخرش بینا رو دیده چه ساخته ایستادن. این طرف میرویم. اینجا دو آشیانه گفتم که دوستان عزیز وای بود. بینا این گازی کندن با فکرم ولی چخوریش کفته ایستادن. بینای بلند آشیانه میشود و با فکر من آنها همین خیلی مصلحت با اومدن که همینجا خانه میگیرند ولی حاضر در اجاره هستند. اینجا مکتب بین المللی، مکتب بین المللی اینترنشنال سکول. اینترنشنال سکول. اینجا پرتاف ها رو جمع کرده ایستادن. او بلند آشیانه اون طرف رو بینه
лаблаби раҳи ба фикрам вай политехнический университет. офарин. این مکتب بین المللی دوستان، مکتب بین المللی در شهر دوشنبه. آفرین. خیلی ما همین خیلی بازیام میگذرانم با کودکان دوستان. باور کنید کسی همین مکتب خونده است خیلی خیلی گوییم از دیگر بچه ها فرق میکنه. از بسیاری دیگر بچه ها کسی که در اینجا خونده است باور کنید فرق میکنه. دانش ممکن گویم رفتارش هم خیلی آرامه. اکا از ما هم خوبانو ولی خیلی این نرخش هم خوب، معلماش هم بین المللی هستن که برای ما تکتیکای درس دادن هم یاد میگیرن. دوستان فروش خانه ها اینجا میتونید بیاید خریداری نمید. اینجا یک قسمتی این کوچه بافانده 9 بود است دوستان. اون طرف هم بینای دوشانه بودن هم شاید چپا کردن دوستان. این خیلی بینای برانوشانه ساختن. بافانده 7 اون جایده هم فابرلیک داشته است. این بینای خیلی معقول برای که معلوم است که بینای پرقوت است. خیلی دوروی میدونید که ستومش بیتونهایش پر از سمسی بیتونی است. اگه بینای رو میبینیم میفهمیم خیال میکنید یکون خاص است. لیکن این بینای بافانده، کوچه بافانده خیلی معلوم است که پرقوت است. این بینای هم خیلی زیبا دوستان میبینید. رنگش هم موافق است و یکم ماشینه هم میتونید اینجا اجاره گیرید و مغازه و کار و فعالیت خودتون رو شده. بافانده 5 دوستان عزیز. این طرف رو با چخیل اومدیم اینجا رو نوار میگیریم. سایبر کلوب بوده است و مغازه خوراکواری. این بینا نگاه کنید خوراکواری قندیل ها، قندیل با فکرم لوسترا باشد و نگاه کنید ولت های لوسترا که باشد ولت است. نگاه کنید خوبه میره دوام میدیم. اینجا کوچه بافانده و این طرف حالی هم دوستان ساختمان رفته ایستاده است ولی با فکرم 1-2 سال پس تمام میکنن و صاحبایی که خونه در اینجا بودن خانه هاشون رو گرفتن و میبینن با هزار در اینجا زندگی کنن در خانه این نو زیبا. بافانده 3 دوستانی عزیز. نستروی مارکت مسئله ساختمانی اون طرف. بافانده 3 این بینا و این بینای دیگریش. اینجا دوستان بالنیسه اجراگوی میگن برای سوختار و ترامپونت هم دارد. اینجا جای شکسته بنده هم همینجا هستند. با فکرم 3 است. بالنیسه 3 نامیده می شود. اون طرفش دانشگاه تکنیکی تاجیکستان پلیتکنیکی. و اینجا حالی هم ساختمون رفته ایستاده از دوستان. دوام میدیم. دو خونه داریم برای که در زیری در نزدیک بالنیسه است، یعنی که دکتر است، دکتر خانه. این نبینید استیل کرده است از چوب و اداره فروش. نگاه کنید چیست. الیت ستروی سرویس. رقم‌های تلفن میتونید از اینجا خریداری کنید یکون خانه دوستان. ده اون بینا رو میتونه خریداری کنید. رقم‌های تلفن هست همه. دوستان عزیز ما اون طرف داریم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان. آفرین. و طرف وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه و این وزارت کمیته سیاحی است و اصولش خیلی با خودتان از من ده خوبتر میدونه. دوام میدیم دوستان. اینجا دکانچه خودک پیراشکی و اون بینا دوستان وزارت عدلیه و نه وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان هستن. همون بینا دوستان
وزارت مالیه. بعد از وزارت مالیه اونجا می شود وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان. و رو پروی که موازی می برایم دوستان اینجا اپرا و بالت با نام صدرالدین عینی. اینجا چیزی آوردم با فکرم از همین ساختمانچی باشه و که اینجا رو یگان با زیباتر میکنم پارکوفکای اینجا رو. اونجا یه تا کافه خانه بود، قهوه خانه زکنه قهوه خانه گازی دیگه آورتاب یافته سفید بود و سیاه ایواز بود. اینا گازی زرد شده است. و این بینای سبز دوستان بانک ملی جمهوری تاجیکستان. اینجا فهمیده ایستاده که کجا اومده. اینجا تست تیار داشته است. نگاه کنه خاداک ها در عکس خیلی زیبا با همراه گامبورگر. یکان روز حتما چشیدنی می آید. اون بینای سبز دیگری دوستان گفتیم وزارت عدلیه بانک ملی. در همه پول ها می بینید که در زیر پایانش امضای رئیس جمهور و رئیس بانک ملی جمهوری تاجیکستان. انا از رو پروی ما اپرا و بالت با نام صدرالدین عینی و از پس این دانشگاه یا دانشکده خریاگرافی با نام ملکه صابرآباد. دوستان ما این طرف رو خیلی پورا نوار گرفتیم. اون طرف روی زیلان بازار و اون طرف روی وطن و این بانک ملی تاجیکستان دوستان. دوام میتیم وزارت عدلیه و اپرا و بالت تریتوریاش. خدا نگهبان شما باشد، با شما موفقیت و سربلندی دوستان.